بنده یکی از دلخوشی‌هام دیدارهای با مردم همیشه بوده در طول این سالهای متمادی و حوادث پرجاذبه برای من دیدار با مردم بوده که چیزی بشنوم چیزی بگم و با طبقات مختلف مردم دیدار کنیم. این دشمن حقیر و خطیر، یعنی ویروس کرونا که هم خیلی حقیر و صغیره هم خیلی خطرناک و خطیره، این مانع شده مثل خیلی از دلبستگی‌های دیگر این رو هم از ما گرفته که به شکل دورادور با شما مردم عزیز صحبت میکنم. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و ان لهم الجنه. شما راه هم که میرید دارید مبارزه، شما امثال شما. اگر اون وقت اسلحه دستی میخوام آره میره آدم میبینه میره این آقا رو شما تو میشناسید؟ بله. حضرت آقا تعداد صحبت ها زیاد میشن. بذارید آقا بیان بگن، بگید آقا. یا رد پایا که پایی جاده حیف نیست شما نامید باشید یه جلو وسط جلسه و وسط حرف با لهجه یزدی غلیظ. بخیر حتم سر چاوم روشنا بود. این کردی بود. بله یه سری مشکلات درک متقابل داریم که خب دوستان زحمت خیلی ها نمیفهمن چیه قضیه، همه انگشتر میخوان به همه هم انگشتر میدیم. بعد خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا میتوانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند.